أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 17 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 18 را از کتاب تعلیم زبان عربی برایتان تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الثامن عشر، یعنی درس 18. درس 18 به مثل درس های گذشته چند کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شود. این کلمه ها عبارت است از این که میگوید مقعدون. مقعدون یعنی نشستگاه یا جای نشست. مقعدون جای نشست، این مفرد است. جمعش می شود مقاعدو، یعنی نشستگاه ها، جای های نشست. پس مقاعدو اسمی غیر منصرف است به خاطر آنه که صیغه منتهی الجموع هست. بعد از این میگوید کلمتون. کلمتون یعنی یک کلمه. یک کلمه این مفرد است. جمعش جمع مؤنث سالم می شود، میگوید کلماتون، یعنی کلمه ها. بعد از این میگوید قاعتون. قاعتون یعنی سالانی پذیرایی، یا میتونیم بگیم زل، جای بزرگی که مهمون ها اونجا قبول کرده می شود. اون را میگویند به زبان عربی قاعتون. جمعش جمع مؤنث سالم می شود که قاعاتون، یعنی زلها. بعد از این میگوید ایضاً. ایضاً ترجمهش یعنی باز. مثلا یک کس رو میگوی باز رفتی، ایضاً ذهبت، یعنی باز رفتی تو، ان همون باز رفتی ایضاً هست. یا می شود که با تکرارش بگوییم ایضاً، یعنی باز تکرار، به همین معنا ذکر کرده می شود. و ایضاً همچنین به معنای همچنین می آید، یا به معنای نیز هم می آید. نیز هل ذهبت، یعنی نیز رفتی. پس این به زبان تاجیکی ایضاً این ترجمه ها کرده می شود. بعد از این میگوید بعضو. بعضو یعنی بعض، به تاجیکی هم بعض، یعنی مثلا یک چیز رو بعضش، یک جزءش، یک قسمش. بعضون، بعضو، بعض. امسی. امسی یعنی دیروز. امسی یعنی دیروز. الیوم. الیوم یعنی امروز. غدن. غدن یعنی فردا. بعد از این میگوید اقرأت. آیا خواندی تو؟ این در اولش ای که میبینید این ای متهمزه متکلم نیست. این همزه را همچنین همزه استفهامش میگویند، به مثلی حل ترجمه میشود، یعنی آیا اقرأت، آیا خواندی تو؟ مرد رو گفته استاد از قرأت، آیا خواندی تو مرد؟ بعد از این میگوید الا. الا حرف جار هست. حرف جار معناش پیدا نمی شود مگر اینکه در جمله به تنهایی معنا ندارد حرفای جر. از این حساب فقط میگیم الا حرف جر هست. در زبان عربی معناهای خیلی زیاد دارد. اکنون برای معناش آشکار شدن صاحب کتاب الا الالبیتی گفته برای الا مثال میارد تا اینکه معناش فهمه شود. الالبیتی یعنی تا خانه یا بسوی خانه. الالبیتی تا خانه.
پس الا در اینجا معلوم شد که به معنای انتها بوده است، یعنی آخر. مثلا ما من رو خوانده بودیم حرف جر که برای ابتدا بود، یعنی خرجت من البیتی، برآمدم از خانه، یعنی اولی برآمدن من، ابتدای برآمدن من خانه بود. مثلا میگو خرجت من البیت الى المدرسه یا الى مکتبتی، یعنی برآمدم از خانه به سوی مکتب یا به سوی کتابخانه. پس الی انتها بوده است، یعنی اول برآمدن من به من شروع شد، ابتداش، آخرش، انتهاش به الی به آخر رسید، به الی قطعی به آخر رسید. پس الی را به سوی یا تا ترجمه کرده می شد. الی البیتی یعنی تا خانه یا به سوی خانه. بعد از این میگوید ان شاء الله. ان شاء الله یعنی اگر بخواهد الله. این اگر، شاء بخواهد، الله پاک. ان شاء الله یعنی اگر الله بخواهد. بعد از این میگوید فهمه فهمید و یک مرد، فعل ماضی. فهمه فهمید و یک مرد، فعل ماضی. فعل مضارعش می شود یفهمو، یعنی می فهمد و یک مرد. بعد از این فهمون یا بهترش بگیم فهمن، این مصدر می شود، یعنی فهمیدن. بعد از این میگوید جلسه یعنی نشست، جلسه نشست و یک مرد. یجلسو می نشیند و یک مرد، فعل مضارع زمان آینده. مصدرش باشد می شود جلوسون، یعنی نشستن. جلوسون نشستن، بهترش بگیم جلوسن نشستن. بعد از این میگوید ذهب یعنی رفت، فعل ماضی زمان گذشته، رفت و یک مرد در زمان گذشته. یذهبو می رود و یک مرد در زمان آینده. ذهابون یعنی رفتن، بهترش بگیم ذهابن نصب بخونیم زیرا اینکه مصدر منصوب است. ذهابن یعنی رفتن. پس این هست کلمه ها، این هست فعل ها. این فعل ها را یعنی فهم یفهم فهمون یا فهم یفهم فهمن، جلس یجلس جلوسن، ذهب یذهب ذهابن، این فعل ها را چطوری که درس گذشته برای مؤنث و برای مخاطب و برای متکلم انجام داده بودیم و کار کرده بودیم، پس شما همون طور کار بکنید تا اینکه در ذهنتون بماند. پس این بود کلمه های نوی درس 18. بعد از این میگذاریم به حوار کتاب. صاحب کتاب برای ما و شما از این کلمه ها و از کلمه های درس های گذشته حوار تقدیم میکند. میگوید که هل قرأت امس درسک، یعنی آیا خواندی تو دیروز درست را؟ قرأت خواندی تو، یک مرد از پسر پرسیده ایستاده است. هل قرأت امس درسک یعنی آیا خواندی تو دیروز درست را؟ میگوید نعم یعنی بله، آره، حرف جواب. بعد از این میگوید قرأت درسی امسی، یعنی خواندم درسم را دیروز. قرأت فعل و فاعل، خواندم من، درسی درسم را، این یایی که در آخرش است، این یا یعنی یای متکلم است، ضمیر متکلم. درسی من، درسی یعنی درسی من، درسم را. نعم قرأت درسی امسی، یعنی بله خواندم من درسم را دیروز. بعد از این میگوید این قرأته، یعنی در کجا خواندی وی را، یعنی درس را. هو ضمیر برمیگرده به درس. این قرأته،
در کجا خواندی تو وی را، یعنی درس را. اینه ظرف مکان است، یعنی که اسم استفهام برای مکان است، یعنی جای خواندنت کجا بود. میگه که قرأته فی ساحتی داری، یعنی خواندم وی را، یعنی درس را. هو وی درس، خواندم وی را در اطراف حولیم. داری حولی من، این یایی که در آخرش است یعنی من. فی ساحتی داری یعنی در صحنه حولی من، در صحنه حولیم. بعد از این میگه هل فهمت الکلمات فی هذا الدرس، یعنی آیا فهمیدی تو کلمه ها را در این درس. هل حرف استفهام، فهمت فعل فاعل، الکلماتی مفعول به است. ما در کتاب الآجرومی خونده بودیم که جمع مؤنث سالم حالت نصبش کسره می شود نیابتا عن الفتحه. پس کلماتی کسره است، همچون جاینشین از فتحه، زیرا که کلمات مفعول به است. مفعول به باید منصوب باشد. پس میگم الکلمات مفعول به منصوب و علامت نصبه الکسره نیابتا عن الفتحه. الکسره نیابتا عن الفتحه. باز میگوید هل فهمت الکلمات فی هذا الدرس، آیا فهمیدی تو کلمه ها را در این درس. جواب میتید که فهمتو بعض الکلمات و ما فهمتو بعضها، یعنی فهمیدم من، فهمتو متکلم است، فهمیدم من بعض الکلمات بعض کلمه ها را. و ما فهمتو مایی نافیه است، و نفهمیدم من، و ما فهمتو و نفهمیدم من بعضها بعض دیگرش را. اینها ضمیر است برمیگردد به کلمات، یعنی بعض الکلماتی. نفهمیدم بعض کلمه ها را، یعنی بعضیش را فهمیدم و بعضیش را نفهمیدم. اکنون میگوید این جلس المعلم، یعنی در کجا نشست معلم. این این ظرف است متعلق به جلسه، این را دیگر نمیگیم که خبر مبتدا مقدم. این عینه در اینجا متعلق به جلسه است و خلاص. این جلس المعلم، یعنی در کجا نشست معلم. در جواب میگوید جلس المعلم على المقعد فی القاعة، یعنی نشست معلم بر بالای نشستگاه، بر بالای جای نشست. فی القاعة یعنی در زل، در سالن، در سالن پذیرایی نشست. جلس المعلم على المقعد فی القاعة، یعنی نشست معلم بر بالای نشستگاه در زل. بعد از این میگه که ذهبت الى المکتبة اليوم، آیا رفتی تو به سوی مکتبه، به طرف مکتبه، به طرف کتابخانه. الیوم امروز. در اولش این همزه استفهامی است، چی طرف گفتیم به مثل هل. ذهبت یعنی آیا رفتی تو مرد، الى المکتبه به سوی کتابخانه، الیوم امروز. میگوید نعم بله، آره. حرف جواب ذهبتو رفتم من، ذهبتو یعنی رفتم من. بعد از این میگوید و ما فعلت فیها، یعنی چی کار کردی در آنجا. ما گفتیم عبارت از دو کلمه است، مای استفهامیه برای غیر عاقل و ذای اسم اشاره. پس هر چه جای کرده ترجمه میکنیم چی و ماذا و چی فعلت کردی تو فیها آنجا، و چی کردی تو آنجا فیها در داخل وی، یعنی در داخل مکتبه. مکتبتی مؤنث که هست بعدم خاطر ضمیر مؤنث آورد. فیها یعنی در داخل مکتبه، در داخل کتابخانه. بعد از این جواب میتید میگه قرأتو فیها جرائد
و مجلاتین، یعنی خواندم من در داخل کتابخانه روزنامه ها را و مجله ها را. دقت بتید، قرأتو فعل و فاعل، فیها جار و مجرور متعلق به قرأتو. جرائد مفعول بهی است، این تنوین قبول نمی کند، برای همین خاطر جرائد گفتیمش. این صیغه منتهی الجموع است، تنوین قبول نمی کند. و مجلاتین، این تنوین قبول می کند، لیکن این جمع مؤنث سالم است. چطوری که پیشتر هم قید کردیم که جمع مؤنث سالم حالت نصبش جای نشینش می آید که کسره است. مجلاتین واو عاطفه است، مجلات را عطف میکنه در جای جرائده آخرش بینید فتحه است و واو عاطفه مجلاتی عطف در جای جرائد است. پس میگه که مجلاتی معطوف علی المنصوب منصوب و علامت نصبه الکسر نیابتا عن الفتحه لانه جمع مؤنث سالم، زیرا که جمع مؤنث سالم است. چطوری که در کتاب الآجرومیه این رو خوانده بودیم. بعد از این میگوید و هل اخذت منها الکتب الى البیت، یعنی که آیا گرفتی تو منها، یعنی از همون کتابخانه، اینها برمیگردد به المکتبه، از همون کتابخانه، الکتب کتاب ها را، کتب مفعول به اخذت فعل فاعل، الکتب مفعول به، الى البیت اینجا در الی را برای ترجمه کنه می شود، یعنی الی البیت برای خانه. و آیا گرفتی از آنجا کتاب ها را برای خانه؟ میگوید که نعم، با حرف جواب میتید، میگوید نعم یعنی بله. اخذ تو بعض الکتبی، یعنی گرفتم من بعض کتاب ها را، بعد از این میگوید هل تذهب الیها غدا، آیا میروی تو، مرد را پرسیده ایستاده است، آیا میروی تو الیها به سوی همون مکتبه، به سوی کتابخانه، غدا فردا، هل تذهب الیها غدا، آیا میروی به سوی وی فردا؟ جواب میتید، میگوید نعم یعنی بله، آره. اذهب الیها غدا ان شاء الله، یعنی که میروم من، اذهبو در اولش الف متکلم است، حرف مضارعت برای متکلم. اذهبو یعنی من میروم، الیها یعنی به سوی، به طرفی، به جانبی، المکتبه، ها ضمیر است به سوی مکتبه، یعنی به طرفی کتابخانه، غدا فردا، ان شاء الله اگر الله خواسته باشد. اذهب الیها غدا ان شاء الله، میروم به طرفی وی فردا اگر الله خواسته باشد. پس این هست حوار درس 18. پس درس 18 را در اینجا به پایان میرسانیم و تا درس آینده یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.